چگونه میتونیم در سایت لاتری گرین کارت امریکا ثبت نام نماییم؟ سلام و درود، امید که جور صحتمند باشین. خب در قدم نخست که برای ثبت نام نمودن گرین کارت لاتری امریکا ما سه گزینه را مد نظر گرفتیم یا سه تایتل مد نظر گرفتیم. اول چگونگی پیدا نمودن سایت می باشه، یعنی سایت معتبر از کجا پیدا کنیم. دومش کدام انفارمیشن ها را در سایت برسانیم و سومش خانه پوری سایت می باشه. و یک گزینه دیگه میمونه که ما یک ویدیو جداگانه ثبت میکنیم که طریقه تنظیم عکس می باشه، فوتو می باشه. کدام سایت برای عکس اختصاص بدیم که در گرین کارت امریکا قابل قبول باشه. خب قبل از اینکه بریم بالای اسکرین کامپیوتر ما چینل یوتیوب ما را لایک و سابسکرایب کنین که یا ویدیوهایی که میگذاریم شما بیننده باشین. خب میریم بالای اسکرین کامپیوتر خود و به صورت زنده نشان میدیم که چطور و چگونه ما میتونیم که در گرین کارت لاتری امریکا را ثبت نام کنیم. خیلی ساده و آسان می باشه و شما نباید ثبت نام گرین کارت لاتری امریکا خیلی ساده و آسان می باشه. فقط سایت اصلی رو پیدا کنید، شما برید اونجا ثبت نام کنید. فعلا ما برای شما ثبت نام میکنم. در این عصر تکنولوژی نباید ما با کارهای ریز کوچک با مشکل بر بخوریم. میریم که طریقه آسان به شما آموزش بدهیم. خب در اسکرین موبایل قرار داریم چون کامپیوتر ما یک ذره مشکل پیدا کرده بود، کدام تفاوت خاصی با کامپیوتر نمی داشته باشه. میریم بالای چت جی پی تی و لینک لاتری گرین کارت امریکا را از چت جی پی تی ما درخواست میکنیم. خب ما میتونیم چت جی پی تی نداشته باشیم، در گوگل سرچ کنیم و چت جی پی تی که از خاص همون لینک به ما چه میکنه ارسال میکنه. خب ما این چیزی که نوشته میکنیم لینک لاتری امریکا را بفرست. تفاوت از با گوگل چی است؟ گوگل که از چندین منبع را به ما قرار میده که شما هر کدام که خواسته باشین باید او را انتخاب کنین و این چت جی پی تی خوبیش است که از هوش مصنوعی استفاده میکنه و ما همون لینکی که خواسته باشیم لینک جدید به ما میفرسته. خب این را اوپن میزنیم که باز شوه. منتظر می باشیم که برنامه به ما باز شود. خب به ما باز شد و ما اینجا چند تا معرفی است. اینترودیشن است، فوتو اینترودیشن است و ما این را می خواهیم باز کنیم و بررسی کنیم که کدام عکس ها به ما چه قسم عکس بگیریم، کدام عکس ها درست است که به این سایت میتونه که آپلود شود. عکسی که ما میگیریم باید سیاه نباشه، سایه‌دار نباشه یا رنگ زیاد نباشه، یعنی روشن باشه و هر دو گوشه به صورت منظم به ما معلوم شود. خب بیاییم بک. ما یک ویدیو دیگه درباره عکس ها این چیز میکنم، ثبت میکنم که شما بفهمین که چه قسم ما عکس ها را در این سایت انتخاب کنیم. خب R58 و ما یک کدی را ارسال کرده که ما باید را تایپش کنیم. این به خاطری است که یعنی که ارسال میکنه شما ربات هستین یا نخیر. خب R58 56 این ثبتش میکنم. خب منتظر میباشیم که به مرحله بعدی برایم. اولی که از نام فامیلی است، ما را با فرست نیم اشتباه نگیریم، نام فامیلی خود سرچ میکنیم. خب ما اینجا نوشته میکنم چون که ثبت نام خودم خراب نشوه، این یک نام دیگه میتونم براش احمدی میتونم. احمدی میتونم. احمد میتونم شریعه. خب مدل نیم که ما نداریم میره نو میزنیم و اینجا جندر انتخاب میکنیم که زن هست یا مرد میل میگیریم. خب سال تولد میگیریم که اولش ما هست، ما خودم انتخاب میکنم و روزش هم یک چیز متفاوت میزنم و تاریخ تولدش هم 2001 میگیرم. 2001 و گفته که city where you born، کجا تولد شده. ما میزنم که بغلان. کانتی کشور شما کجاست؟ کشوری که میگه تولد شده کجاست؟ افغانستان. خب ما ایرا به صورت سریع ثبت نام کرده رستم چون که ما خودم در وارد گوگل که میشم اما نوتیفیکیشن هایی که به ما ارسال میشه خوش ندارم. میخوایم که ویدیو به صورت زود و خوب مختصر پیش بروه. اینجا برای ما گفته
که امی لاتری آمریکا در کشور شما مجاز است، یعنی فعال است که ما میتونیم ثبت نام کنیم یا خیر. یس یه خود از این تکمال شدگی چرا غرض نمیگیریم. خب میایم بالا. فوتو خود اینجا چی میکنیم؟ فوتویی که انتخاب میکنیم 60 بر 60 600 بر 600 پیکسل باشه. میایم اینجا چوز نیو یک فوتو، میایم سر فایل. مو عکس که ما ذخیره کردیم رو چی میکنیم؟ در اینجا آپلود میکنیم. خب ما یک عکس انتخاب کردیم، عکس خود انتخاب میکنم چون دیگه عکس ندارم. یک عکس هم توسط موبایل گرفتیم، یک ذره خوب است، بد نیست. خب آدرس هم میگه اولیش غرض نمیگیریم، آدرس خط یک انتخاب میکنیم، همین شماره خودم است. میره انتخاب میکنیم. خب درست است، یک انتخابش میکنیم و شماره دوم انتخاب میکنیم که یک مثلا شماره اولی خاموش باشه. ما میتونیم که شماره دوم میره با جایش چی کنیم و با جای شماره دوم استفاده کنه. جایی که تولد شدی و دیسترکت هم انتخاب میکنی و پستال کد ای را اگه داشته باشیم، پستال کد هر ولایت که هستی یک پستال کد می داشته باشه. یک اگه خواسته باشی را چه میکنی؟ از بغلان 3661 می باشه. اگر پستال کد نداشته باشی را 9 میزنی. اگر شما داشته باشی میتونید در اینترنت سرچ کنین، او را پیدا کنین، بیار اینجا جابجاش کنین و کانتریش هم افغانستان انتخاب میکنی. کجا زندگی میکنی فعلا، مثلا تولد افغانستان است، فعلا کجا در کدام کشور زندگی میکنی، بازم افغانستان هم میزنی، فون نمبر هم میزنی دوباره و ایمیل آدرس هم میزنی. ایمیل آدرس هر دوش همزمان تایپ میکنی که کدام اشتباهی نداشته باشه. خب در این قسمت رسیدیم که گفته اما درسی که خواندین شما در کدام درجه می باشه، پرایمری اسکول و های اسکول، مثلا ابتدایی می باشه، از مکتب می باشه، سم یونیورسیتی کورس، یونیورسیتی دیگری، یعنی سندی لیسانس. ما میزنیم لیسانس میزنیم، یونیورسیتی دیگری. خب میایم در اینجا. ما به صورت بسیار سریع ما ثبت کرده رایستیم که ویدیو طولانی نشه. شما میتونید که هر کدام از این را بخوانین و ثبت نام کنین. مثلا بسیار دقیق باشین برای ثبت نامتون. یک حرف اینجا یک گپی که میزنیم بسیار مهم است، به این توجه داشته باشین. شما که ثبت نام میکنین اولین ثبت نام در نظر بگیرین که بسیار به صورت عالی و خوب ثبت نام کنین. کدام حرف مطابق پاسپورتتان ثبت نام کنین، کدام حرفی از پیشتان نمانه بازم براتون ثبت نام میکنین، باز دوباره براتون میگه که کدام چیزی در اینجا باقی مانده یا نمانده. شما این رو بررسی میکنین و یک بار میتونید ثبت نام کنین. اگر دو بار ثبت نام کنین، مثلا یک بار اشتباه میکنین، بار دیگه میخواین که ثبت نام کنین، اون ثبت نام شما اردوش لغو میشه، هیچ کدام از او قابل قبول نمی باشه. خب اینجا در نظر در فامیلی می باشه. اگر شما فامیل دارین خب میزنین که فامیل دارم، دیورکت. یا اگر فامیل ندارین خب اینجا معلومات از فامیل است که اگر فامیل داشته باشین من میگم نه من مجردی میرم ان مارد، من میگم ازدواج نکرده. خب نمبر آف چلدرن این را حتما باید چک بگذارین، 0 بگذارین، یعنی ما طفل ندارم. کانتینیو تمامش میکنیم که میره مرحله دوم. خب مرحله دوم رسیدیم. در فامیلی نیم احمدی فرست نیم احمد، میدل نیم هم که ندارم، مرد و بینی تاریخ 2001 12 جولای بغلان افغانستان و با این شماره با این چیزا میگه همش درست هست یا خیر. ما میاییم میره کلکش میگیم سبمیت میگم درست هست. خب سکسس. خب اینجا موفقانه ما ثبت نام کردیم. قبل از اینکه ایره پرینت بزنیم ما باید یک اسکرین شات از این بگیریم. او لعنتی.
خب دوستای عزیز، به نظرم ثبت نام ما را هم خراب شد، چون بالای ثبت نامم با همین ایمیل دوباره ثبت نام کردم. خب قسمی که دیدیم با ثبت نام دوباره ثبت نام اولی ما خراب میشه و امیدوار هستم که شما دوباره با یک ایمیل ثبت نام نکنین. قبل از اینکه خداحافظی کنیم، کانال یوتیوب ما را لایک و سابسکرایب کنین که ویدیوهای آموزشی بیشتری را بیننده باشین. و درباره تصویرم گفتیم که 600 بر 600 اینچ باشه و حجمش هم از 240 به بالا نباشه، 240 کیلوبایت به بالا نباشه. و در دسکریپشن یک ویدیو دیگه ثبت میکنیم که چطور ما میتونیم اینچ و حجم پیکسل ما را، تصویر ما را تنظیم نماییم.